نون، قسم به قلم و به آنچه می نویسند. تو به فضل پروردگار خود دیوانه نیستی و بیگمان برای تو پاداش همیشگی است و حقا که تو بر مرتبه بزرگ اخلاق قرار داری. پس به زودی خواهی دید و خواهند دید که به کدام شما دیوانگی عارض شده است. بیگمان پروردگار تو به این داناتر است که چی کسی از راه او گمراه شده و او به حال رهیابها نیز داناتر است. پس تکذیب کنندگان را اطاعت مکن، آنهایی را که دوست دارند اگر نرمش کنی تا ایشان نیز نرمش کنند. نون، قسم به قلم و به آنچه می نویسند. تو به فضل پروردگار خود دیوانه نیستی و بیگمان برای تو پاداش همیشگی است و حقا